اکبری به ما میگه اونها هم با 80 مقاله پژوهشی به نتایج شگفت انگیزی در این باره رسیدن. اولین قدم رو راجع به هورمون‌ها برداشتیم. شما میدونید که ما بیماری رو یک تروما میدونیم، یک ضایعه میدونیم و هورمونی که در بدن نسبت به ضایعات، نسبت به تروماها، نسبت به اتفاقاتی که میفته عکس‌العمل نشون میده، گروه‌های مختلف کورتیزول هستن. دکتر میگه کورتیزول که هورمون اضطرابه و از غدد فوق کلیه ترشح میشه در بیماران به شدت بالا میره. او میگه در گروهی از بیماران سرطانی معنویت درمانی رو آغاز کردیم. آنچنان سطح کورتیزول پایین آمد که از سطح نرمال انسان‌هایی که مبتلا به سرطان هم نبودن پایین‌تر آمد. کاهش کورتیزول یا کورتون‌های درونی بدن هم به نفع بیماره؟ بله، این در حقیقت یک بازتاب ایمنی بدن انسانه، نشون میده که یه اتفاقایی داره میفته. در واقع نماز هم نوعی معنویت درمانیه که امروز تو همه دنیا داره روش کار میشه. نماز دیگه بالاترین ذکره. اگر در این 17 تا 2 دقیقه فقط چند لحظه، چند ثانیه در هر موردش راستی یادمون بیاد با کی داریم حرف میزنیم، کفایت میکنه که این عرایضی که من میکنم همش اتفاق بیفته. گروه تحقیقاتی دکتر اکبری بعد از این نتایج پا رو فراتر میذارن و به سراغ تاثیر نماز بر ژن‌ها میرن. اونها در این تحقیق به حقایقی میرسن که به دنیا اعلام میکنن، به حدی که مسئولان دانشگاه کمبریج انگلستان ازشون خواستن ماه دیگه نتایجشون رو برای اونها به سخنرانی بذارن. خانم دکتر، ما رفتیم روی ژن. کسی که توجه به خدا میکنه، یه نماز 2 رکعتی با حساب کتاب میخونه، با توجه میخونه، بیان ژنیش تغییر میکنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خدای من، نماز و تغییر ژن‌ها. ببینید در بدن ما انسان‌ها میلیاردها سلول وجود داره و اطلاعات جسمی و روانی بدن ما به صورت ژن‌ها برای 23 جفت کروموزوم در هسته سلول نگهداری میشه. این ژن‌ها هستند که با دستور تولید پروتئین‌ها در سلول‌ها میتونن فرمان سلامت بدن یا فرمان سرطان یا فرمان دیابت یا فرمان بداخلاقی، اضطراب و افسردگی. نتایج نشون میده به زبان ساده نماز ژن‌های بد و بیماریزا رو خاموش و ژن‌های خوب و سالم رو روشن میکنه. میخوام بگم شما یه آدم متفاوتی میشین، بلکه این تفاوت رو در نسل‌های آینده ما هم هست. ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ حالا تو بگو. شده که یه مشکلی داشته باشین با نماز خیالتون راحت بشه؟ بله زیاد. به هر حال نشاط میاره. سبکی. اون لحظه نمازی که واقعا به آرامش میرسم. نتیجه دیدم. تمام کارام از نماز. خدایا به خاطر همه نعمتات، هر آنچه ما میفهمیم و نمیفهمیم، شکرت. مراقب سلامتیتون باشید.